اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. و بعد از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بلکه کیفر آنها جز یک بانگ مرگبار نبود، پس ناگاه همه خاموش شدند. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ای افسوس بر این بندگان، هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیار نسلها را نابود کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی گردند؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. و همه آنها برای حساب نزد ما جمع و احضار می شوند. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. و زمین مرده برایشان نشانه و عبرتی است که ما آن را زنده گردانیدیم و دانه ای که از آن میخورند بیرون آوردیم. و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. و در آن باغ‌هایی از نخل‌ها و انگورها قرار دادیم و در آن چشمه‌هایی جاری ساختیم. لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا یشکرون. تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان در تولید آنها هیچ دخالتی نداشته است. آیا سپاس نمیگویند؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. منزه است کسی که همه جفتها را آفرید، از آنچه زمین میرویاند و از جنس خودشان و از آنچه نمیدانند. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. و شب نیز برای آنها نشانه و عبرتی است، ما روز را از آن برمیکشیم پس آنگاه همه در تاریکی فرو میروند. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. و خورشید نیز که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است، این تقدیر خداوند پیروزمند داناست. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ماه منزلگاه هایی مقدر کرده ایم
تا چون شاخه خشک و کهنه خرما باز گردد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و هر یک در مدار خود شناورند. و آیة لهم أنا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. نشانی دیگر برای آنان این است که فرزندانشان را بر کشتی پربار سوار کردیم. و خلقنا لهم من مثله ما يركبون. و مرکب‌های دیگری همانند آن برای آنها آفریدیم که سوار می‌شوند. و إن نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون. و اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم پس آنها را هیچ فریاد رسی نباشد نه آنها رهایی یابند. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. مگر اینکه رحمتی از سوی ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینی از دنیا بهره بگیرند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه پیش روی شماست و از آنچه پشت سر شماست بترسید شاید مورد رحمت قرار گیرید اعراض می کنند. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نیاید مگر آنان از آن روی بگردانند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی داده است انفاق کنید، کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند میگویند آیا ما کسی را طعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او طعام میداد و شما جز در گمراهی آشکار نیستید. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. آنها جز انتظار یک بانگ مرگبار نمی کشند که آنها را فرو گیرد در حالی که سرگرم جدال و دشمنی هستند. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. پس در آن وقت نمی توانند وصیتی کنند و نه به سوی خانواده خود بازگردند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. و چون بار دیگر در صور دمیده شود پس ناگهان آنها از قبرها بیرون آیند شتابان به سوی پروردگارشان می روند.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. گویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. به آنها گفته شود این همان است که خداوند رحمان وعده داده بود و پیامبران خدا راست گفتند. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. آن جز یک بانگ مرگبار نخواهد بود، پس ناگهان همه نزد ما جمع و احضار می شوند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. پس امروز به هیچ کس ذره‌ای ستم نخواهد شد و جز به آنچه عمل می کردید جزا داده نمی شوید. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بیگمان اهل بهشت امروز در کاری لذت بخش مشغولند و شادمان هستند. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. آنها و همسرانشان در سایه‌هایی بر تخت‌ها تکیه زده اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. برای آنها در آن بهشت انواع میوه است و هرچی که بخواهند برایشان فراهم است. سلام قولا من رب رحیم. به آنها گفته می شود سلام بر شما باد. این سخنی است از جانب پروردگار مهربان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ای گنهکاران امروز از نیکان جدا شوید. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکار است؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم. و اینکه مرا بپرستید این راه مستقیم است. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. و به راستی او گروه زیادی از شما را گمراه ساخت، آیا اندیشه نکردید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. این همان جهنمی است که به شما وعده داده میشد. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. امروز به سزای کفری که ورزیده اید به آن درآیید. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهانهایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
و اگر بخواهیم چشمانشان را محو و نابود می کنیم، پس شتابان آهنگ راه می کنند، اما چگونه می توانند ببینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم آنها را در جایگاهشان مسخ و میخکوب می کنیم، پس نتوانند که به پیش قدم بردارند و نه به عقب بازگردند. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. و هر کس را طول عمر دهیم، در آفرینش دگرگونش کنیم و به حالت ناتوانی کودکی برمیگردانیم، آیا اندیشه نمی کنند؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما هرگز شعر به او نیاموخته ایم و شایسته او نیست. این کتاب چیزی جز اندرز و قرآنی روشنگر نیست. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. تا هر کس را که زنده دل باشد بیم دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود. اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا ندیدند که ما برای آنها از آنچه ساخته دستهای ماست 4 پایانی را آفریده ایم، پس آنان مالک آن هستند؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. و آنها را برایشان رام کردیم، پس بر بعضی سوار می شوند و از گوشت بعضی می خورند. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. و برای آنها بهره‌های دیگر و نوشیدنی‌ها در آن حیوانات است، آیا سپاس نمی‌گویند؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و آنها غیر از خدا معبودانی برای خود برگزیدند به این امید شاید که یاری شوند. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آنها قادر به یاری ایشان نیستند و آنان برای اینها لشکری احضار شده و آماده هستند. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس ای پیامبر سخن آنان تو را غمگین نسازد. بیگمان ما آنچه را که پنهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌کنند می‌دانیم. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم، پس او ستیزه جویی آشکار شده است. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. و برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوان‌ها را دوباره زنده می کند در حالی که پوسیده است؟
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم. بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را پدید آورد و او به هر آفرینشی داناست. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. همان کسی که از درخت سبز برای شما آتش پدید آورد، پس آنگاه شما از آن آتش می افروزید. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است نمیتواند همانند آنها را بیافریند؟ آری میتواند و او آفریننده داناست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جز این نیست که فرمان او چون چیزی را اراده کند این است که به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پس منزه است کسی که پادشاهی همه چیز در دست اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات صفا. سوگند به فرشتگان صف کشیده. فالزاجرات زجرا. پس سوگند به فرشتگان بازدارنده. فالتالیات ذکرا. و به تلاوت کنندگان ذکر. ان الهکم لواحد. که همانا معبود شما یکیست. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق ها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بیگمان ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان بیاراستیم. و حفظا من كل شیطان مارد. و از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. تا به سخنان عالم بالا گوش فرا ندهند و از هر سو به وسیله شهاب زده و رانده می شوند. دحورا ولهم عذاب واصب. آنها به سختی عقب رانده می شوند و برای آنها عذاب دائمی است. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مگر کسی که ناگهان چیزی را برباید، پس شهابی درخشان او را دنبال می کند. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طین لازب. پس ای پیامبر از آنها بپرس که آیا آفرینش آنها سخت تر است یا آفرینش آنچه ما آفریده ایم؟ ما آنها را از گل چسبنده ای آفریدیم.
بل عجبت و یسخرون بلکه تو از انکار آنها در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند. و اذا ذکروا لا یذکرون و هنگامی که پند داده شوند پند نمیپذیرند. و اذا رأوا آیة یستسخرون و هنگامی که معجزه‌ای ببینند آن را مسخره می کنند. و قالوا این هذا الا سحر مبین و میگویند این جز جادویی آشکار نیست. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا هنگامی که مردیم و به خاک و استخوان‌های پوسیده مبدل شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ آیا نیاکان نخستین ما نیز برانگیخته می شوند؟ قل نعم وأنتم داخرون بگو آری و شما خار و زبون زنده می شوید. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون پس آن تنها یک بانگ سهمناک است. ناگهان آنها از قبرها بیرون می آیند و می نگرند. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين و گویند وای بر ما این همان روز جزاست. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون آری این همان روز داوری است که شما آن را تکذیب می کردید. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون به فرشتگان فرمان داده می شود گرد آورید کسانی را که ستم کردند و همپایگان و همراهانشان و آنچه را می پرستیدند به جای خدا. من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم پس همه آنها را به راه دوزخ هدایت کنید. وقفوهم انهم مسئولون و آنها را نگاه دارید که یقیناً بازخواست خواهند شد. ما لكم لا تناصرون شما را چه شده است که یکدیگر را یاری نمی دهید؟ بل هم اليوم مستسلمون بلکه آنها امروز همه تسلیم و فرمان بردار هستند. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون آنها سؤال کنان رو به یکدیگر کنند. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين به سردمداران گویند به راستی که شما برای گمراه کردن ما از راه خیر خواهی به نزد ما می آمدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین سردمداران در پاسخ گویند بلکه شما خودتان مؤمن نبودید. تقصیر ما چیست؟ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین و ما هیچ گونه تسلطی بر شما نداشتیم
بلکه شما خود گروهی سرکش بودید. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. پس فرمان پروردگارمان بر ما ثابت شد، البته ما چشنده عذاب خواهیم بود. فأغويناكم إنا كنا غاوين. پس شما را گمراه کردیم، بیگمان ما نیز خود گمراه بودیم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. پس مسلماً در آن روز همه آنها در عذاب شریک خواهند بود. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. بیشک ما با مجرمان این گونه رفتار می کنیم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته میشد معبودی به حق جز الله نیست، سرکشی و تکبر می کردند. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. و می گفتند آیا ما معبودانمان را به خاطر سخن شاعری دیوانه رها کنیم؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. چنین نیست، بلکه پیامبر خدا حق را آورد و پیامبران پیشین را تصدیق کرد. إنكم لذائق العذاب الأليم. مسلماً شما عذاب دردناک را خواهید چشید. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. و جز به آنچه می کردید کیفر داده نمی شوید. إلا عباد الله المخلصين. مگر بندگان مخلص خدا. أولئك لهم رزق معلوم. که آنها رزق و روزی معین دارند. فواکه وهم مکرمون. انواع میوه‌ها و آنان گرامی داشتگانند. فی جنات النعیم. در باغ‌هایی پر نعمت. علی سرر متقابلین. بر تخت‌ها روبروی یکدیگر نشسته اند. یطاف علیهم بکأس من معین. گرداگردشان جامی از شراب روان می‌گردانند. بیضاء لذة للشاربین. شرابی سفید و لذت بخش برای نوشندگان است. لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. نه در آن تبهکاری و فساد است و نه آنها از آن شراب مست شوند. وعندهم قاصرات الطرف عین. و نزدشان همسرانی سیه چشم دیده فروهشته که تنها به شوهران خود نظر دارند خواهند بود. كأنهن بيض مكنون. گویی آنها بیضه های شترمرغ در پرده پوشیده اند. فأقبل بعضهم على بعض
يتساءلون پس آنها سؤال کنان رو به یکدیگر کنند. قال قائل منهم إني كان لي قرین. یکی از آنها گوید به راستی من در دنیا همنشینی داشتم. یقول أئنك لمن المصدقین. که پیوسته می گفت آیا واقعا تو از باور کنندگان هستی؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. آیا وقتی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم زنده می‌شویم و کیفرمان می‌دهند؟ قال هل أنتم مطلعون. او به دوستان بهشتیش گوید آیا شما می توانید به دوزخیان بنگرید و از او خبری بگیرید؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم. پس چشم برگرداند و نگریست، ناگاه او را در میان دوزخ دید. قال تالله إن كدت لتردین. گوید به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به هلاکت افکنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان دوزخ بودم. افما نحن بمیتین. سپس به دوستان بهشتی خود گوید آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودان هستیم؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. جز همان مرگ نخستین خود دیگر مرگی به سراغمان نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. این هذا لهو الفوز العظیم. بیگمان این همان کامیابی بزرگ است. لمثل هذا فلیعمل العاملون. آری، عمل کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند. اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم. آیا برای پذیرایی این نعمتهای بهشتی بهتر است یا درخت زقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. همانا ما آن را ابتلایی برای ستمکاران قرار دادیم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم. به راستی آن درختی است که از قعر جهنم می روید. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شکوفه‌اش همانند سرهای شیاطین است. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. پس آنها از آن می‌خورند و شکمها را از آن پر می‌کنند. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم. آنگاه بر روی آن آمیزه‌ای از آب گرم و سوزان دارند. ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم. سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است. إنهم ألفوا آباءهم ضالين.
بیگمان آنها نیاکان خود را گمراه یافتند. فهم على آثارهم يهرعون پس اینها در دنبال آنان شتابان می روند. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین و به راستی پیش از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند. ولقد ارسلنا فیهم منذرین و به تحقیق ما هشدار دهندگانی در میان آنها فرستادیم. فانظر کیف کان عاقبة المنذرین پس بنگر عاقبت هشدار یافتگان چگونه بود. إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون و یقینا نوح ما را ندا داد، پس ما چه خوب اجابت کننده ای هستیم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. وجعلنا ذريته هم الباقين و تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم. وتركنا عليه في الآخرين و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام على نوح في العالمين در میان جهانیان سلام بر نوح باد. إنا كذلك نجزي المحسنين بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين یقینا او از بندگان مؤمن ما بود. ثم أغرقنا الآخرين آنگاه دیگران را غرق کردیم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ و همانا ابراهیم از پیروان او بود. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ چون با قلب سلیم خالی از شرک و شک و شهوت به پیشگاه پروردگارش آمد. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ چون به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ آیا به جای خدا معبودهای دروغین می خواهید؟ فما ظنكم برب العالمین پس شما نسبت به پروردگار جهانیان چه گمان میبرید؟ فنظر نظرة فی النجوم پس ابراهیم یک نگاه به ستارگان نگریست. فقال اینی سقیم آنگاه گفت من بیمارم و با شما به جشن نمی آیم. فتولوا عنه مدبرین پس آنها پشت کنان از او دور شدند و رفتند. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون آنگاه پنهانی نزد معبودانشان رفت و گفت آیا چیزی نمیخورید؟ ما لكم لا تنطقون شما را چه شده است که سخن نمیگویید؟ فراغ عليهم ضربا بالیمین پس به سوی آنان روی آورد و
و ضربه‌ای محکم با دست راست بر آنها زد و به جز بت بزرگ همه بتها را در هم شکست. فأقبلوا إليه يزفون. پس آنها شتابان به سوی او روی آوردند. قال أتعبدون ما تنحتون. ابراهیم گفت آیا چیزی را می پرستید که خود تراشیده اید؟ والله خلقكم وما تعملون. در حالی که خداوند شما را و آنچه را که انجام می دهید و می سازید آفریده است. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم. بت پرستان گفتند بنای بلندی برایش بسازید و او را در خرمن آتش بیفکنید. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. پس آنها در حق او نیرنگ و مکر ورزیدند و ما آنها را مغلوب و پست ساختیم و آتش به فرمان خدا سرد شد. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد کرد. رب هب لي من الصالحين. پروردگارا به من فرزندی از صالحان عطا فرما. فبشرناه بغلام حلیم. ما او را به تولد پسری بردبار بشارت دادیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین. پس هنگامی که فرزندش با او به سن سعی و کوشش رسید گفت ای فرزندم من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم، ببین تو چه نظر داری؟ گفت پدرم به آنچه مأمور شده ای عمل کن، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. فلما اسلما وتله للجبین. پس چون هر دو تسلیم شدند و ابراهیم او را به پیشانی بر زمین افکند و نادیناه ان یا ابراهیم. و او را ندا دادیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. یقینا خواب خیش را تحقق بخشیدی، بدون شک ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إن هذا لهو البلاء المبين. مسلما این خواب آزمایشی آشکار بود. و فدیناه بذبح عظیم. و او را به ذبح بزرگی فدا دادیم. و ترکنا علیه فی الاخرین. و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام علی ابراهیم. سلام بر ابراهیم. كذلك نجزی المحسنین. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. انه من عبادنا المؤمنین. بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود.
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين و او را به تولد اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. و ما بر او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی نیکوکار بودند و افرادی آشکار بر خود ستم کردند. ولقد مننا على موسى وهارون و به راستی ما بر موسی و هارون منت نهادیم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين و یاریشان کردیم پس آنان پیروز شدند. وآتيناهما الكتاب المستبين و به آن دو کتاب روشنگر دادیم. وهديناهما الصراط المستقيم و آن دو را به راه راست هدایت کردیم. وتركنا عليهما في الآخرين و برای آنان در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام على موسى وهارون سلام بر موسی و هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. إنهما من عبادنا المؤمنين یقینا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. وإن إلیاس لمن المرسلین و بیگمان الیاس از رسولان ما بود. اذ قال لقومه الا تتقون چون به قومش گفت آیا پرهیزگاری نمی کنید؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین آیا بت بعل را می خوانید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله که پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شماست. فكذبوه فإنهم لمحضرون پس آنها او را تکذیب کردند و یقینا همه آنان به جهنم احضار خواهند شد إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا. وتركنا عليه في الآخرين و برای او در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام على الیاسین سلام بر آل یاسین. إنا كذلك نجزي المحسنين ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. إنه من عبادنا المؤمنين بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود. وإن لوطا لمن المرسلين و یقینا لوط از رسولان ما بود. إذ نجيناه وأهله أجمعين
هنگامی که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم إلا عجوزا في الغابرين مگر پیرزنی که از باقی ماندگان بود. ثم دمرنا الآخرين سپس دیگران را هلاک کردیم. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ و شما پیوسته صبحگاهان بر ویرانه‌های شهرهای آنان می‌گذرید. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ و همچنین شامگاهان آیا نمی اندیشید؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ و یقینا یونس از رسولان ما بود. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ هنگامی به کشتی پر از مسافر و بار گریخت. فساهم فكان من المدحضين پس اهل کشتی قرعه زدند، پس قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد. فالتقمه الحوت وهو مليم آنگاه ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که او سزاوار نکوهش بود. فلولا أنه كان من المسبحين پس اگر او از تسبیح کنندگان نبود، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون یقینا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند در شکمش باقی میماند. فنبذناه بالعراء وهو سقيم پس او را به سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که او بیمار بود. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين و درخت کدویی بر فراز او رویاندیم تا زیر سایه آن آرام بگیرد. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون و او را به سوی 100,000 نفر از قومش یا بیشتر فرستادیم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين پس آنها ایمان آوردند، بنابراین تا مدتی آنان را از نعمتهای زندگی بهره‌مند ساختیم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون پس ای پیامبر از آنان بپرس آیا دختران از آن پروردگارت است و پسران از آن آنهاست؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها حاضر بودند؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون آگاه باش، بیگمان آنها از روی تهمت و دروغگوییشان است که میگویند من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون خداوند فرزندی زاده است و یقینا آنها دروغگو هستند. أصطفى البنات على البنين آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داد؟ ما لكم كيف تحكمون شما را چه شده است؟ چگونه حکم می کنید؟ افلا تذكرون آیا نمی اندیشید؟
ام لكم سلطان مبین یا شما بر ادعای خود دلیل روشنی دارید؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید. وجعلوا بینه و بین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون و آنها میان او و جنیان نسب و خویشاوندی قرار دادند، در حالی که جنیان به خوبی میدانند که آنان احضار خواهند شد. سبحان الله عما یصفون خداوند منزه است از آنچه توصیف میکنند، الا عباد الله المخلصین مگر بندگان مخلص خدا. فإنکم وما تعبدون پس شما مشرکان و آنچه میپرستید ما انتم علیه بفاتنین هرگز نمیتوانید بر پرستش آن بتها کسی را گمراه کنید، الا من هو صال الجحیم مگر کسی که راهی آتش جهنم باشد. وما منا الا له مقام معلوم فرشتگان گفتند و هیچ کس از ما نیست مگر آنکه جایگاه و مقام معلومی دارد. و انا لنحن الصافون و همانا ما برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم. و انا لنحن المسبحون و بیگمان ما تسبیح گویان او هستیم. و این كانوا لیقولون و کافران پیوسته می گفتند لو ان عندنا ذکرا من الاولین اگر نزد ما کتابی از کتابهای پیشینیان می بود لكنا عباد الله المخلصین مسلما ما از بندگان مخلص خداوند می شدیم. فكفروا به فسوف یعلمون پس هنگامی که پیامبر برای آنها قرآن آورد آنها به آن قرآن کافر شدند و به زودی خواهند دانست. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين و به راستی وعده ما برای بندگان فرستاده ما از پیش صادر شده است. انهم لهم المنصورون که هر آینه آنها یاری شدگانند. و این جندنا لهم الغالبون و بیگمان لشکر ما پیروزند. فتول عنهم حتی حین پس ای پیامبر تا مدتی از آنها روی بگردان. و ابصرهم فسوف یبصرون و آنها را ببین پس آنها نیز نتیجه کردار خود را به زودی خواهند دید. افبعذابنا یستعجلون آیا آنها برای دیدن عذاب ما شتاب دارند؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین پس چون عذاب بر آستانی خانه هایشان فرود آید
هشدار یافتگان چه صبحگاه بدی خواهند داشت. وتول عنهم حتی حین، و تا مدتی از آنها روی بگردان. و ابصر فسوف یبصرون، و آنها را ببین پس آنها نیز به زودی خواهند دید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، پاک و منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت، از آنچه مشرکان توصیف می کنند. و سلام علی المرسلین، و سلام بر رسولان، والحمد لله رب العالمین. و سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد، سوگند به قرآنی که دارای پند و اندرز است. بل الذین کفروا فی عزة و شقاق، بلکه کسانی که کافر شدند در سرکشی و اختلافند. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حین مناص، چه بسیار نسل‌هایی را که پیش از آنها هلاک کردیم، پس هنگام نزول عذاب فریاد می‌زدند، اما آن زمان وقت نجات نبود. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. و آنها به شگفت آمدند که پیامبر هشدار دهنده ای از میان خودشان به سویشان آمده است. و کافران گفتند این جادوگری بسیار دروغگوست. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا همه معبودان را یک معبود قرار داده است؟ بیگمان این چیز عجیبی است. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. و بزرگان و اشرافشان به راه افتادند و گفتند بروید و بر پرستش خدایانتان پایدار باشید. بیگمان این دعوت چیزی است خواسته شده که شما را گمراه کنند. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما هرگز این چنین سخنی در آیین واپسین نشنیده ایم. این جز دروغ چیزی نیست. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیا از میان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ در حقیقت چنین نیست که آنها میگویند، بلکه آنها در وحی و قرآن من تردید دارند، بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب. یا آنکه گنجینه های رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده ات نزد آنهاست؟ ام لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب.
یا فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دوست از آن آنهاست. پس اگر چنین است با ریسمان و هر وسیله ای دیگر به آسمان بالا روند. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، اینها لشکر شکست خورده ای از احزاب هستند. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، پیش از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب میخها و سپاه نیز پیامبران ما را تکذیب کردند. و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب، و نیز ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه، اینها احزاب و گروه هایی بودند که پیامبران را تکذیب کردند. این کل الا کذب الرسل فحق عقاب، هر یک از اینها بودند که پیامبران را تکذیب کردند، پس عقوبت من تحقق یافت. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، و اینها جز بانگی سهمناک را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت بازگشتی ندارد. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، و آنها گفتند پروردگارا بهره ما را از عذاب پیش از فرا رسیدن روز حساب به ما بده. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اواب، بر آنچه میگویند صبر کن و بنده ما داوود صاحب نیرو و قوت را یاد آور، بیگمان او بسیار رجوع کننده بود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، همانا ما کوه ها را با او مسخر برام کردیم که شامگاهان و صبحگاهان با او تسبیح می گفتند. والطير محشورة كل له اواب، و پرندگان را نیز مسخر او کردیم که گرد می آمدند، همه اینها فرمانبردار و بازگشت کننده به سوی او بودند. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، و فرمانروایی او را استوار کردیم و به او حکمت و سخنان فصیح عطا کردیم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، و آیا خبر شاکیان هنگامی که از دیوار عبادتگاه داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. چون بر داوود وارد شدند پس او از آنها وحشت کرد. آنها گفتند نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی به دیگران ستم کرده است، پس بین ما به حق داوری کن و ستم نکن و ما را به راه راست راهنمایی کن. إن هذا أخي
أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. بیگمان این برادر من است، او 99 میش دارد و من 1 میش دارم. پس او میگوید آن 1 میش را به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود گفت به راستی او با درخواست 1 میش تو که آن را به میشهایش بیفزاید بر تو ستم کرده است، و البته بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و اینان نیز اندک هستند. و داوود دانست که ما او را آزموده ایم، پس از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه به سجده افتاد و به سوی خدا رجوع کرد. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. پس ما او را بخشیدیم و بیگمان برای او نزد ما قرب و مقامی بالا و بازگشت نیکوست. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه می کند. بیگمان کسانی که از راه خدا گمراه می شوند به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند عذاب شدیدی در پیش دارند. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست بیهوده نیافریده ایم. این گمان کسانی است که کافر شدند، پس وای بر کسانی که کافر شدند از آتش دوزخ. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. آیا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار می دهیم؟ آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می دهیم؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتابی است پربرکت که آن را بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند و خردمندان پند گیرند.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب. و ما سلیمان را به داوود عطا کردیم، چه بنده خوبی، بیگمان او بسیار رجوع کننده بود. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. به یاد بیاور چون عصرگاهان اسبان چابک تیز رو بر او عرضه شد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. پس گفت من این اسبان را به خاطر فرمان پروردگارم دوست دارم و پیوسته به آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدند. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. گفت آن اسبان را نزد من بازگردانید، سپس به ساقها و گردنهای آنها دست کشید و نوازش کرد. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. و به راستی ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم، سپس او رو به درگاه خداوند آورد و توبه کرد. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. گفت پروردگارا مرا ببخش و به من فرمان روایی عطا فرما که پس از من کسی را سزاوار نباشد، بیگمان تو بخشاینده ای. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس ما باد را برای او مسخر کردیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند، هر کجا می‌خواست برود. والشياطين كل بناء وغواص. و نیز دیوان را هر بنا و غواصی از آنها برای او مسخر کردیم. وآخرين مقرنين في الأصفاد. و گروه دیگری از دیوان را که همه در قل و زنجیر بودند برایش مسخر کردیم. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب. این عطای ماست، پس به هر کس میخواهی ببخش و یا نگه دار، حسابی بر تو نیست. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. و بیگمان برای او نزد ما قرب و مقامی بالا و بازگشت نیکوست. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. و به یاد بیاور بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را ندا داد که همانا شیطان به من رنج و عذاب رسانده است. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. به او فرمان دادیم پای خود را بر زمین بکوب، چشمه ای می جوشد، این چشمه آبی خنک برای شستشو و آشامیدنی است. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا
رحمة منا وذكرى لأولی الألباب. و خانواده اش و همانند آنان همراهشان را به او بخشیدیم که رحمتی از سوی ما و اندرزی برای خردمندان باشد. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. و به او فرمان دادیم دسته ای از شاخه های باریک را برگیر، پس با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن. بیگمان ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار رجوع کننده بود. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ای پیامبر، به یاد آور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دستهای توانمند و چشمهای بینا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما آنها را با خصلت ویژه‌ای که آن یاد سرای آخرت بود خالص گرداندیم. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. و یقینا آنها نزد ما از برگزیدگان نیکان بودند. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. و به یاد آور اسماعیل و یسع و ذوالکفل را که همگی از نیکان بودند. هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. این قرآن پندی است و بیگمان برای پرهیزگاران منزلگاهی نیکوست. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. باغ‌های جاویدان بهشتی که درهایش برای آنان باز است. متكئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب. در آنجا تکیه زده اند و در آن میوه فراوان و نوشیدنی را می‌طلبند. وعندهم قاصرات الطرف اتراب. و نزد آنان همسرانی فروهشت چشم و همسال است. هذا ما توعدون لیوم الحساب. این است چیزهایی که برای روز حساب به شما وعده داده می شود. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بیگمان این روزی ماست که آن را هیچ پایانی نیست. هذا وإن للطاغین لشر مآب. این پاداش پرهیزگاران است و بیگمان برای سرکشان بدترین بازگشت هاست. جهنم یصلونها فبئس المهاد. جهنم که در آن وارد می شوند پس چه بد آرامگاهی است. هذا فليذوقوه حمیم و غساق. این عذاب آب جوشان و چرک و خونابه است که باید آن را بچشند. و آخر من شکله ازواج. و کیفرهای دیگر همانند آن به انواع گوناگون دارند.
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. به سرداران آنها گفته می شود این گروهی است که با شما به جهنم وارد می شوند. آنها می گویند خوش آمد و گشایش بر آنها مباد، بیگمان آنها داخل شدگان به آتش هستند. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان گویند بلکه شما را خوش آمد مباد که این عذاب را پیشا پیش شما برای ما فراهم کرده اید، پس چه بد قرارگاهی است. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. سپس گویند پروردگارا هر کس که این عذاب را پیشا پیش برای ما فراهم کرده است پس عذابی دوچندان در آتش بر او بیفزا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. و گویند ما را چه شده است مردمانی را که ما آنها را اشرار بیشمردیم در جهنم نمی بینیم. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. آیا آنها را به مسخره گرفتیم یا اینکه از نظرها دور مانده اند؟ این ذلك لحق تخاصم اهل النار. بیگمان این مخاصمه و گفتگوی دوزخیان حق و واقعیت است. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. ای پیامبر بگو من تنها یک هشدار دهنده ام، به هیچ معبودی به حق جز خداوند یکتای قهار نیست. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است آن پیروزمند آمرزنده. قل هو نبأ عظیم. ای پیامبر بگو این خبری بزرگ است. انتم عنه معرضون. که شما از آن روی گردانید. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. من از ساکنان عالم بالا چون درباره آفرینش آدم با یکدیگر جدال می کردند خبری ندارم. این یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. به من وحی نمی شود مگر اینکه من هشدار دهنده ای آشکار هستم. اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت بی تردید من بشری را از گل می آفرینم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. پس هنگامی که درستش کردم و از روح خود در آن دمیدم برای او سجده کنان بیفتید.
فسجد الملائكة كلهم اجمعون. پس فرشتگان همگی یک بار چه سجده کردند الا ابلیس استکبر و کان من الكافرین، جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام كنت من العالین. خداوند فرمود ای ابلیس چه چیز مانع تو شد از آنکه برای آنچه من با دو دست خود آفریده ام سجده کنی؟ آیا تکبر ورزیدی یا از بلند پایگان هستی؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. قال فاخرج منها فإنك رجیم. فرمود پس از اینجا بیرون شو که تو رانده شدی. و این علیک لعنتی الی یوم الدین. و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود. قال رب فأنظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس گفت پروردگارا پس مرا تا روزی که دوباره برانگیخته میشوند مهلت ده. قال فإنك من المنظرین. خداوند فرمود همانا تو از مهلت یافتگانی. الی یوم الوقت المعلوم. تا آن روز و زمان معین. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین. ابلیس گفت پس به عزتت سوگند که همه آنها را گمراه خواهم کرد الا عبادك منهم المخلصین. مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها. قال فالحق والحق اقول. خداوند فرمود پس این سخن حق است و حق را میگویم. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. یقینا جهنم را از تو و از آنان که از تو پیروی کنند پر خواهم کرد. قل ما اسألكم علیه من اجر وما انا من المتکلفین. ای پیامبر بگو من بر رساندن این دین هیچ مزدی از شما درخواست نمی کنم و من از متکلفان نیستم. این هو الا ذکر للعالمین. این قرآن جز پند برای جهانیان نیست. ولتعلمن نبأه بعد حین. و قطعا خبر صدق آن را بعد از مدتی خواهید دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
بیگمان ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او معبودان گرفتند که بیگمان خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کسی که دروغگوی ناسپاس است هدایت نمی کند. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خداوند میخواست فرزندی بگیرد مسلماً از میان آنچه می آفریند چیزی را که میخواست برمیگزید. او پاک و منزه است. او خداوندی یکتای قهار است. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار. آسمان ها و زمین را به حق آفرید. شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب می پیچد و خورشید و ماه را مسخر و رام گردانید. هر کدام تا زمانی معین در حرکتند. آگاه باشید که او پیروزمند آمرزنده است. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. او شما را از یک تن آفرید، سپس همسرش را از آن پدید آورد و از 4 پایان برای شما 8 جفت فرو فرستاد و شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در تاریکی‌های سگانه می آفریند. این خداوند پروردگار شماست که فرمانروایی از آن اوست و جز او معبودی به حق نیست. پس چگونه از حق منصرف و روی گردان می شوید؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
اگر ناسپاسی کنید پس بدانید که خداوند از شما بی نیاز است و هرگز ناسپاسی را برای بندگانش نمی پسندد و اگر شکر او را به جای آورید آن را برای شما می پسندد و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. پس بازگشتتان به سوی پروردگارتان است، آنگاه شما را به آنچه انجام میدادید آگاه می کند. یقینا او به راز دلها آگاه است. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. به هنگامی که به انسان رنج و زیانی برسد پروردگارش را می‌خواند و به سوی او باز می‌گردد. پس هنگامی که نعمتی از سوی خود به او بخشید آنچه را که از پیش برای آن دعا می‌کرد فراموش می‌کند و برای خداوند همتایانی قرار می‌دهد تا مردم را از راه او گمراه کند. بگو اندکی از کفرت در دنیا بهره مند شو، بیشک تو از دوزخیان خواهی بود. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. آیا این مشرک بهتر است یا کسی که در ساعات شب در حال سجده و قیام به عبادت مشغول است و از عذاب آخرت بیمناک است و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسان هستند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. ای پیامبر بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید از پروردگارتان بترسید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکوست و اگر در شکنجه و آزار مشرکان بودید هجرت کنید که زمین خدا وسیع است. جز این نیست که صابران پاداش خود را بیشمار و تمام دریافت می‌دارند. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بگو من مأمور شده ام که خدا را پرستش کنم و دینم را برای او خالص گردانم. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. و مأمور شده ام که نخستین مسلمانان باشم. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی. ای پیامبر بگو
من خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می گردانم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. پس شما هرچه را که می خواهید به جای او پرستش کنید. بگو بیگمان زیانکاران واقعی کسانی اند که خود و خاندانشان را در روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید این همان زیان آشکار است. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. برای آنها از بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبان‌هایی است. این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند. ای بندگان من از من بترسید. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. و کسانی که از طاغوت اجتناب کردند از آنکه آن را عبادت کنند و رو به سوی خدا آوردند برای آنان بشارت است. پس بندگان مرا بشارت ده. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. همان کسانی که سخنها را میشنوند پس از نیکوترین آن پیروی می کنند. آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است و آنها خردمندانند. افمن حق علیه کلمة العذاب افأنت تنقذ من فی النار. آیا تو می توانی کسی که فرمان عذاب بر او تحقق یافته است را نجات دهی؟ آیا تو می توانی کسی که در آتش است نجات دهی؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لکن برای کسانی که از پروردگارشان ترسیدند غرفه هایی در بهشت است که بر فراز آنها غرفه های دیگر بنا شده است و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده خداوند است و خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل کرد پس آن را به صورت چشمه‌هایی در زمین به جریان درآورد، سپس با آن کشت و زرعی که رنگ‌های گوناگون دارد بیرون می آورد، آنگاه خشک می شود و آن را زرد می بینی
سپس آن را در هم می شکند. بیگمان در این امر پندی برای خردمندان است. افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا کسی که خدا سینه اش را برای پذیرش اسلام گشوده است، پس او از سوی پروردگارش بر نور و روشنی است، همچون سخت دلان است؟ پس وای بر آنان که دلهایشان در برابر ذکر خدا سخت است، آنان در گمراهی آشکار هستند. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش متشابه و مکرر است، که از شنیدن آن پوست های کسانی که از پروردگارشان میترسند به لرزه می افتد. آنگاه پوست هایشان و دلهایشان با یاد خدا نرم می شود و آرام می گیرد. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می کند و هر کس را که گمراه سازد پس برای او هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامة وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. آیا کسی که با چهرهش سختی عذاب روز قیامت را از خود دور می سازد همانند بهشتیان هستند؟ و به ستمکاران گفته می شود بچشید کیفر آنچه را که به دست می آورید. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. کسانی که پیش از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب کردند، پس عذاب الهی از جایی که نمیدانستند به سراغشان آمد. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پس خداوند طعم خواری را در زندگی دنیا به آنها چشاند و مسلماً عذاب آخرت بزرگتر و سخت‌تر است اگر می‌دانستند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. و به راستی ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زده ایم، شاید که آنان پند گیرند. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنی عربی بی هیچ انحراف شاید آنان تقوا پیشه کنند. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداوند مردی مملوک را مثل زده که در بردگی او شریکانی است که پیوسته با هم اختلاف دارند.
و مردی مملوک که تنها تسلیم یک شخص است. آیا این دو در وصف یکسانند؟ حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمی‌دانند. إنك ميت وإنهم ميتون. ای پیامبر، قطعا تو خواهی مرد و آنها نیز خواهند مرد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سپس بیگمان شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه و جدال می کنید.